بخیر مردم شریف تاجیکستان، امیدوارم خوب هستید. باز یک گروه نوی دیگه از طرف به نام مخالف تاجیک میخواستم فکر خود را بیان کنم. یکم، این یک طرز پولکارکنی ایمن از مردم غریب تاجیک در روسیه فدراسیون. دیوم، باید در این گروه حرکت نوی به نام مخالف تاجیک با جای اقبال بلاگر باید شراف‌الدین گدویف تعیین میشد. تا او روزی که دادگاه مسکو به نام مخالف تاجیک شراف‌الدین گدویف را غایبانه به 8.5 سال زندان محکوم کرد، این یک ضربه سخت بود. این یک پیشروی من است مردم شریف تاجیکستان. بعد اقبال بلاگر خودش تعیین کرد. سیوم، با گفته اقبال بلاگر 200 نفر طرفدار دارند گروه نوی به نام مخالف تاجیک. این همش دروغ است. همگی طرفداران اقبال بلاگر 17 نفر هست. چهارم، چخیلی که اقبال بلاگر میگوید در 12 دولت اروپا باید آفیس ما باید هوی کنیم. خوب گوش کنین مردم شریف تاجیکستان. هر ماه از خود هر یک آفیس 250,000 روبل یورو نه. هر مینوت سکون به نام مخالف تاجیک میبرن زید رسید فدراسیون گپ میزنن، یورو را دستگیری میکنن، یورو طلب نمیکنن، روبل طلب دارن به نام مخالف تاجیک. اقبال در 2 سال اخیر دهها کارتن موندی، سقوفای همش محکم کرد. خلاص اقبال دهها هزار مهاجر دیپورتاسیون کردی، هزارو فرزندان ملت تاجیک پشت پنجره بردی، بس نیست. بعد میبرن میگن که ما پیف نیستیم، ما گروه نو هستیم، اینا نمره کارتا پول روی کنیم به نام مخالف تاجیک. اقبال روزای نزدیک 10 سال زیاد سراغ میگیری، مطرح گارانتید میتم. هموطنان عزیز، تا دیدار، ویدیوی نو انتظار شین. یک جهان تشکر.